تصور کن یه روز گوشیتو باز میکنی و میبینی یکی ماشین نو خریده، یکی سفر خارج رفته، یکی مهمونی لاکچری گرفته. همین چند ثانیه‌ای که گفتم کافیه تا ذهنت بگه من چی؟ چرا زندگی من اینجوری نیست؟ این شروع مسابقه‌ایه که هیچ خط پایانی نداره. مسابقه چشم و همچشم. بزرگترین دزد شادی ما آدما. نه مشکلات زندگی، نه سختی روزگار بزرگترین دزد شادی ما آدما نیست. چشم و همچشمیه. مقایسه است. وقتی زندگیمون رو با بقیه میسنجیم، هر چی داشته باشیم کم رنگ میشه و به مرور رنگشون رو از دست میدن. حتی چیزایی که مدت‌ها زحمت کشیدیم تهیه کنیم و چیزی که نداریم پر رنگ تر میشه، حتی اگه چیز بی‌ارزشی باشه. میدونم تا همین حسو تجربه کردی. وقتی توی جمع فامیل میشنوی فلانی بچهش فلان کلاس رفته، اون یکی تازه خونه خریده، اون یکی فلان چیزو خریده، فلانی تازه از فلان سفر برگشته و یه دفعه یه چیزی توی دلت میلرزه. اون لرزش کوچیک اسمش چشم و همچشمیه. همون چیزی که یواش یواش تبدیل میشه به زخمی عمیق. سلام به همه شما که روابط و سلامت روانتون براتون خیلی اهمیت داره. امروز میخوام درباره موضوعی حرف بزنم که تقریباً هممون باش درگیر شدیم، حتی اگه به زبون نیاورده باشیم. چشم و همچشمی. اینکه خودمون رو مدام با دیگران مقایسه کنیم، چه توی فضای مجازی، چه توی جمعای خانوادگی و حتی بین دوستای نزدیکمون. بذارین اول صادق باشیم. فضای مجازی تبدیل شده به ویترین زندگی آدما. ما هر روز میریم تو اینستا میبینیم یکی سفر خارج رفته، یکی خونه جدید خریده، یکی هدیه‌های لوکس میگیره، یکی هم عکس‌های بی‌نقص از زندگی عاشقانش میذاره. و ناخودآگاه یه صدای کوچیک توی ذهنمون میگه من چرا ندارم؟ من چرا جا موندم؟ این صدا همون جرقه چشم و همچشم. حالا بیاین یه لحظه فکر کنیم واقعا اون چیزی که ما میبینیم حقیقت زندگی اون آدم هست یا فقط یه تیکه قشنگ از پازلی که بقیهش رو نمیبینیم. کسی عکس دعواهاش، مشکلات مالیش یا شبایی که گریه کرده رو تو استوری نمیذاره. شما هم نمیذاری. شما هم وقتی بخوای عکس بذاری بهترین حالتش رو بذاری. ولی برگرد نگاه کن. ببین در همون لحظه که اون عکس رو میگیری آیا همه چی تو زندگیت بی‌نقصه؟ نه. پس برای بقیه هم همینطوریه. ما داریم فقط قشنگ‌ترین لایه زندگیشون رو میبینیم و بعد اون رو با همه واقعیت زندگی خودمون مقایسه میکنیم. این واقعا انصافه؟ این مقایسه ها فقط توی فضای مجازی نیست. گاهی توی خانواده و اطرافیان هم دیده میشه. مثلا توی مهمونی یکی میگه من فلان ماشین خریدم. من اصلا از این وسایلی که شما دارین نمیتونم استفاده کنم. فلان سفر اونطوری رفتین من اصلا تحمل نمی کنم. ببینید یواش یواش ذهن ما شروع میکنه به حساب و کتاب. پس من چی؟ بچه من کمتره؟ سفر من بد بود؟ وسیله من بیارزشه؟ یا من چرا نتونستم؟ این چرخه مقایسه خیلی بی صدا، خیلی عمیق، آرامش ما رو میخوره. اما بذارید یه چیز مهم بگم. چشم و همچشمی دقیقاً مثل دویدن توی مسابقه بی‌پایانه. هر چی بدوی یکی دیگه هست که جلوتر باشه و اگه قرار مدام با دیگران خودمون رو مقایسه کنیم هیچ وقت به خط پایان نمیرسیم. چون همیشه آدمی هست که بیشتر داره، بیشتر میره، بیشتر نشون میده. حالا راه حل چیه؟ اولین قدم اینه که بفهمیم مقایسه یه تله است. تله‌ای که آرامش ما رو میدزده. وقتی توی این دام افتادیم باید به خودمون یادآوری کنیم هر کسی مسیر منحصر به فرد خودش رو داره. من خونم اجاره‌ایه. من خونه خریدم ولی 50 متره. فلانی خونش 200 متره. من خونه خریدم 200 متره. فلانی یه ویلا داره 1 هکتار. من یه موتور دارم. فلانی یه ماشین داره. من یه ماشین پراید دارم. فلانی لند کروز داره. اینا هیچ وقت تموم نمیشن. زندگی مثل یه ماراتون شخصیه. من قراره با خود دیروزم رقابت کنم، نه با افرادی که تو اینستاگرام میبینم، نه با فامیلام. دومین نکته چیه؟
بیاین تمرکزمون رو بذاریم روی چیزی که واقعا داریم، روی داشته هامون، نه نداشته هامون. گاهی فقط کافی به لحظه های ساده و واقعی نگاه کنیم، مثل خنده بچه‌مون، مثل یه عصر خانوادگی، مثل یه غذای خوشمزه که پختیم و دور هم داریم میخوریم، مثل شبی که راحت سرمون رو میذاریم رو بالش و میخوابیم، مثل آرامشی که از کنار کسی بودن میاد. اینا چیزیه که توی هیچ پست اینستاگرام قابل مقایسه نیست. و سومین نکته، چشم و همچشمی نه فقط آرامش ما رو میگیره، رو بچه هامون و رو شریک زندگیمون هم اثر میذاره. وقتی مدام خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، بچه هامون یاد میگیرن که ارزششون وابسته به داشتن هاست، نه بودن ها. همسرمون تحت فشار میره که من مثل خانم فلانی باشم، فلان کارو بکنم و من مثل فلان مرد باشم، من فلان چیزو بخرم، من چرا فلان ماشینو ندارم، من که همچین خونه ای ندارم پس ارزشی ندارم. اما وقتی ما نشون میدیم که قانع بودن و قدردانی کردن ارزشه، اونا هم یاد میگیرن عزت نفسشون رو روی پایه‌های محکم‌تری بسازن. پس بیاین این بار به جای اینکه با دیدن زندگی بقیه حس کمبود کنیم، الهام بگیریم. به جای اینکه بگیم من چرا ندارم، تو چرا نمیتونی بخری، تو چرا نمیتونی فلان نمره رو از درست بگیری، بگیم من چطور میتونم برای خودم چیزی بسازم که خوشحالم کنه. فلان ماشین خوشحالمون میکنه، چطوری تلاش کنیم داشته باشیمش. بچه‌م تو فلان درسش ضعیفه، باید بهتر بشه، چی کار کنم بهتر بشه. من فلان جا این حرکت رو زدم، این کار رو کردم، چی کار کنم بهتر انجام بدم. یادتون باشه هدف زندگی این نیست که از همه جلوتر باشید، هدف اینه که از خودمون راضی تر باشیم. تلخه ولی شما نمیتونید از همه جلو باشین، از همه بهتر باشین. چشم و همچشمی و مقایسه مثل یه مسابقه تو تاریکیه. هر چی بیشتر بدوی بیشتر خسته میشی بدون اینکه به مقصد برسی. توجهمون رو روی مسیر خودمون میندازیم، تازه میفهمیم که شادی واقعی توی همین قدمای خودمونه. پس دفعه بعدی که گوشی تو باز کردی یا توی جمعی نشستی و وسوسه مقایسه اومد سراغت، فقط به خودت بگو زندگی من قرار نیست کپی کسی باشه، من قرار نسخه بهتری از خودم بسازم.